در این ویدیو می‌خوایم درباره یکی از فناوری‌هایی صحبت کنیم که خیلی‌ها معتقدن آینده دنیا رو تغییر میده، بلاکچین. شاید اسمش براتون آشنا باشه، شاید هم فقط شنیده باشین که مربوط به پول‌های دیجیتال یا رمزارزهاست. ولی بلاکچین فقط یه ابزار واسه پول نیست، بلکه یه سیستم جدید برای اعتماد ساختنه. با من همراه باشین تا ساده و روشن ببینیم آینده بلاکچین چه شکلی میتونه باشه و چطور ممکنه زندگی ما رو دگرگون کنه. 1. بلاکچین چیه؟ خیلی ساده. بلاکچین یعنی یه دفتر یادداشت دیجیتالی که همه بهش دسترسی دارن، اما هیچ کس به تنهایی نمیتونه تغییرش بده. اطلاعات داخل این دفتر بین همه پخش شده و چون همه نسخه‌ای از اون رو دارن، دستکاری توش تقریباً غیر ممکنه. 2. الان کجا استفاده میشه؟ الان بیشتر از بلاکچین توی رمزارزها استفاده میشه. اما کمکم داره وارد بخش‌های دیگه‌ای زندگی هم میشه، مثل رایگیری، ثبت اسناد، قراردادهای هوشمند، زنجیره تأمین کالا و حتی خدمات درمانی. 3. آینده بلاکچین چطوریه؟ در حکومت‌ها ممکنه در آینده رایگیری با این فناوری انجام بشه شفاف، امن، بدون تقلب. در سیستم‌های مالی، بانک‌ها و نهادهای مالی ممکنه مجبور شن روش کارشون رو عوض کنن، چون مردم دارن به سیستم‌هایی اعتماد میکنن که واسطه نداره. در رسانه و هنر، مالکیت آثار هنری، موسیقی یا حتی عکس‌ها ممکنه با این فناوری به صورت دقیق و شفاف ثبت بشه. در سلامت، پرونده‌های پزشکی ممکنه با این سیستم امن‌تر بشن و فقط با اجازه خود فرد باز بشن. 4. آیا بلاکچین همه چیز رو حل میکنه؟ نه. هیچ فناوری کامل نیست. بلاکچین هم چالش‌هایی داره، مثل مصرف زیاد انرژی، سرعت پایین بعضی شبکه‌ها و نبود قانونگذاری دقیق. اما با گذشت زمان این مشکلات ممکنه برطرف بشن. 5. آیا ما باید خودمون رو برای آینده بلاکچین آماده کنیم؟ حتماً. مثل زمانی که اینترنت اومد و دنیا عوض شد، بلاکچین هم میتونه تأثیر بزرگی بذاره. پس دونستن دربارهش، حتی به صورت ابتدایی، یه مزیت مهمه. بلاکچین فقط یه ابزار برای رمزارز نیست. یه راه جدیده برای ساختن اعتماد بدون نیاز به واسطه. آیندهش هنوز مشخص نیست، ولی هر روز داره نقش بزرگتری در جهان ما پیدا میکنه. شاید تا چند سال دیگه خیلی از کارهایی که امروز با روش‌های سنتی انجام میدیم با کمک بلاکچین انجام بشه. اگه این ویدیو براتون مفید بود، خوشحال میشم نظرتون رو بنویسید و اگه دوست داشتید با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.